بابا خب مهمونه ما 380 دفعه شده 380 نفر کل قبیله تو بگو بیان دیگه خانواده تو گوشتن ول کن اینا رو یک سیب زمینی کادو نمیدن مهمونمون کمن که عروسی پرایوت عزیزم آدمای وی آی پی همیشه کمه بابا خب حداقل شام پلو گوش بده حالا گوش بدم خانواده تو با عمرشان گوش خوردن آخرین باری که بابای تو ما رو گوش دعوت کرد رئیس جمهور احمدی نژاد بود حالا سوشی داره تالارشون آره و گفتم سر هر میز یه بره بذار کیلو خیار میوه هم موزم بده موز بدم اینا لاشخورن برمیدارن بخواد چه کیسه میارن نصف رو خالی میکنن تو کیسه لازم نکرده آووکادو دراگون فروت و خربزه یوبریکی حتما دادم اسلایس کنم گلاره سفته عقدمون چی گلارایی تو کاکتوس میارم میذارم سر سفره کاکتوس؟ بله تو از همین اول موزه یک خارج شده تو زندگی ما آقا نخواستیم مثلا آره دیگه پس گلارایی سفره عقدمون چی دادم از سقف تا زیر زمین و گل بزنم چهارم که فقط دعوت آرشگاه برو آرشگاه برو ما کلم کله یه کاریش بکن عادی کلاگیسا میگیرم مدل سبزی ایدی فقط باید بیه کنده میشه فقط باید یک آره بیبی کم اینجاست خالی شده میرم میکارم تو عروسیمون خب اگه سیخ سیخی بشه چی نه میرم ترانکاش با تراکم بالا با خط روش طبیعی برام تا میکارم عروسیمون اگه بریزه ضمانتنامه کتبی میده ترانکاش چقدر وقتی من هستم فرزندم نگران هیچی نباش ما به تو قول میدم تو هیچ گویی نمیشی یه 20 میلیونم بیشتر زدم پیشت بمونه لازمت میشه پول میخوای میری سر کوچه ATM ازش پول میگیری مگه ما بانک مرزی پول میخوای میری سراغ ما داریم میریم خونه عمه اینا اگه دوست داری بیا غلط کردی خونه عمود نمیای تا یک هفته تو اتاق نظام مثل سگ از زیر درق ضابط مدام اگه دوست داری درستو ادامه بده من به تصمیماتت احترام میذارم بیجا کردی درس مخونی تو همینجوری شب نمیری چه برسه درسم هر نخوانی جا میری عزیزم لطفا منو در جریان بذار من و مادرت نگران میشیم باز بیرون بیا برای گمرا سگای ولگر کمتر از تو خیابونا اگه مچرخن دوست داشتی بعد من ریاست کارخونه رو تو به بابا ما بریم شغل جور کرده بود ما خودم رفتم سر کار بابا جان این کارت من هر چی دوست داشتی برای خودت بگیر برای یه کتونی تو 2 ماه پیش خریده بودی باز کتونی پات گیر کن ای جان من بی صبرانه منتظرم نوامو ببینم بچه میخوای بچه بیاری بابا جان چند وقت تو خودتی ببرم تراپی افسردم و خود خوننگ نکن مردم نون ندارن بخورن یک سقف بالا سرشان نیست من آرزوم دیدن ازدواج توه هر سگی با تو یک هفته زندگی کنه به غلط کردن میفته هواسازو بذار روی دمای 24 درجه هوا گرمه این کولر کی روشن میکنه مگه برق مفته ما نمیدونم 37 درجه کجاش گرمه شده به تو عزیزم قربونت برم هیچی بابا پسرم خواستم برم مهمونی پسرونه من گفتم سارا تنهاست من نمیام قربونت برم من اشکال نداره پاشو برو تو برم برو ببخشید ساکمم اینجا چی پیش خداحافظ